سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. خوش اومدیم به جلسه 14مون از مجموعه ویدیویی یک فنجان فلسفه. توی قسمت 14 و بعد از پایان مباحثمون در حوزه خردگرایی میخوایم که وارد مبحث تجربه گرایی یا امپیریسیسم بشیم. توی ویدیو امروز میخوام یه خلاصه کلی از در واقع میشه گفت مبانی اصلی امپیریسیسم رو بهتون بگم، تفاوتاش رو با رشنالیسم براتون توضیح بدم و از هفته آینده دیگه میریم سراغ چند تا از فیلسوفای مهم تجربه گرا تا در مورد نظراتشون با هم دیگه صحبت کنیم. امپیریسیسم و رشنالیسم دو تا مکتب فلسفی خیلی مهم بودن که هر دو تاشون در طول قرن 17 به وجود اومدن و در واقع میشه گفت اپروچ ها و نوع نگاه متفاوتی به مفهوم حقیقت داشتن و حالا میخوایم ببینیم که تفاوت هاشون در واقع چه مباحثی بوده. رشنالیسم یا خردگرایی که توی چند هفته گذشته داشتیم در موردش صحبت میکردیم و به عنوان مثال راجع به رنه دکارت با هم دیگه صحبت میکردیم، عقیدش بر این بود که راه دستیابی به حقیقت فقط از طریق ذهن ما میگذره و چون احساسات پنجگانه ما غیر قابل اعتماد هستن، تکیه بر اطلاعاتی که اونها به ما میدن غلطه و صرفاً باید ما به علم و آگاهی و دانش و حقیقت از طریق ذهنمون دست پیدا کنیم. به عنوان مثال یک خردگرا باور داره که بله، من 2 = 2 یا مثلا 2 + 2 = 4 رو نیازی ندارم که با حسای مختلفم تجربه کنم تا به حقیقتش پی ببرم، چون ذهن من میتونه حقیقت همچین چیزی رو اثبات کنه، همین برای من کافیه. تجربه گراها از اون طرف بر این باور بودن که اصلا اولا حقیقت یه چیز 100% نیست، اسمش رو میذاشتن approximation، یعنی تلاش برای رسیدن به حقیقت، تا چه حد میتونیم با اون حقیقت غایی نزدیک بشیم و اطلاعاتی هم که به ما کمک میکنه که به حقیقت دست پیدا کنیم اتفاقا از طریق همون حسه پنجگانه‌ای به ما میرسن که خردگراها اصلا بهش هیچ اعتقادی نداشتن. اونا میگفتن که ما در واقع ناچار هستیم که به آنچه که میشنویم، میبینیم، لمس میکنیم، بو میکنیم و میچشیم اعتماد کنیم و از طریق اونها سعی کنیم که به حقیقت دست پیدا کنیم. این اصلا به این معنی نیست که کلا نقش ذهن رو نادیده میگیرن، بلکه بر این باور هستن که اون داده های خامی که از طریق احساساتمون میگیریم قبل از تفکرمون اتفاق میفته، پس اتفاقا مهم هستن. من باید به اون داده های حسی توجه کنم چون قبل از عمل تفکر در واقع رخ میدن و ذهن من میاد از همین داده ها استفاده میکنه و پردازششون میکنه تا به حقیقت دست پیدا کنه. بریم یکم دقیق‌تر راجبش با هم دیگه صحبت کنیم. ببینین، از دید یک امپیریسیست یا تجربه گرا اولا اینکه من مثل خردگراها بیام ذهنم رو یه چیز مجزایی در نظر بگیرم و احساساتم رو یک چیز مجزایی در نظر بگیرم عملاً کار بیهوده‌ایه. پس اونا میان کاملاً این ایده رو رد میکنن که ذهن من یه چیزی متفاوت از احساسات منه. نه، همشون جزئی از وجود من نوعی هستن. نکته دومی که بهش اشاره میکنن اینه که اینکه من اطلاعاتی رو از طریق احساساتم میگیرم، تو چطور میتونی بلافاصله همچین چیزی رو رد کنی و بگی نه، چون چشم بعضی وقتا خطای دید داره پس من دیگه کلا به اطلاعاتی که از طریق بینایی به دست میارم هیچ اعتمادی ندارم. این چیزی بود که خردگراها میگفتن. میگن همچین چیزی خب غیر منطقیه. یکم اتفاقا سنس پرسپشن یا درکمون از دنیا از طریق احساسات پنجگانمون درسته، چون ما یه چیز کاملا بیواسطه است. یعنی من یه چیزی رو خودم لمس میکنم و وقتی میبینم داغه به مفهوم داغ بودن پی میبرم. پس یه چیزیه که مستقیما با دنیا در ارتباطه و مستقیما باعث میشه که اطلاعات به خود تو وارد بشه، نه اینکه از یه نفر دیگه بشنوی مثلا. پس در نتیجه چیز غیر قابل اعتمادی نیست و بر این باور بودن که اتفاقا تمامی حقایقی که ما بهشون باور داریم در طول زندگی از همین ادراک احساسی ما به وجود میاد. احساسی که میگم منظورم مثلا اون احساساتی مثل چه میدونم عشق و اینجور چیزا نیست دیگه. احساسی منظورم اون حسای پنجگانه است. خب بریم یه مثال رو با هم دیگه بررسی کنیم. مثال یک چراغ راهنمایی رانندگی. خب میگه شما فرض کنید در حال رانندگی هستین و به یک ابژه‌ای نزدیک میشین که همچین شکلی داره. خب شما قبل از اینکه شروع کنین به فکر کردن یه سری اطلاعات بلافاصله از طریق یک سری از احساساتتون وارد ذهنتون میشه. مثلا شما شکلش رو میبینین، یه 3 رنگ مختلف توش میبینین و این داده های خامی که از طریق بینایی وارد ذهنتون میشه بعدن توسط ذهن این داده های خام پردازش میشه و ذهنتون به این حقیقت میرسه که من دارم به یه چراغ راهنمایی نزدیک میشم. یعنی تجربه گراها میگن که تو تا وقتی این داده های خام رو از طریق احساسات دریافت نکردی اصلا چطور میتونی به مفهومی مثل چراغ راهنمایی فکر کنی یا مفهومی رو اینطوری مثلا حس کنی. پس ما
اول یه سری داده خام داریم که از طریق مثلا میگم احساس بینایی به دست میاریم، باعث میشه که شکلش، نمیدونم رنگش، همه اینها رو ما درک کنیم. بعد از اینکه این داده های خام رو ما درک کردیم، ذهن ما شروع میکنه به پردازش این مثلا سیل اطلاعات خامی که به ذهنمون وارد شده و بعد اون مرحله ریکگنیشن رخ میده که ما یه چیزی رو درک میکنیم یا اون پی میبریم بهش و میگیم که این مثلا یک چراغ راهنماییه و حالا یک سری معانی خاصی پشتش نهفته است. خب بریم جلوتر. پس ما از این طریق اتفاقا به حقیقت پی میبریم، اما همچین چیزی صرفا به خاطر ریکگنیشن نیست. یعنی ما صرفا داده ها رو نمیگیریم که بگیم این چراغه و تمام. نه، اتفاقا اهمیت کاربردی هم برای ما داره. یعنی این اطلاعاتی که ما میگیریم باعث میشه که یک اهمیتی هم و یک کاربردی هم توی زندگی ما داشته باشه که اینطوری نیست که خیلی اهمیتی نداشته باشه. به عنوان مثال توی نویگیشن شما باز وقتی دارین رانندگی میکنین، اون داده های خامی که از طریق چشتون مثلا وارد ذهنتون میشه بهتون میگه که مثلا چه کار کنین. مثلا اگه شما یه رنگ زرد دیدین، میگین که خب من سرعتمو بیارم پایین، دیگه کم کم آماده ایستادن بشم، توقف کامل بشم. یا اینکه مثلا وقتی چراغ قرمز میبینین میگین که خب پس من اجازه عبور ندارم، احتمالاً ماشین هایی از یه جهت مثلا مخالف من در حال حرکت هستن، اگه من حرکت کنم باعث تصادف خواهد شد. پس این داده های خامی که از طریق احساسات وارد ذهن من شدن، اون رنگ قرمزی که از طریق بینایی وارد چشم من شده و وارد ذهن من شده، باعث میشه که من از خطر تصادف رهایی پیدا کنم. این قضیه حتی در مورد سلامتی هم وجود داره. مثلا من یخچال رو باز میکنم، میبینم یه غذای مثلا کپک زده، خیلی وقت مثلا توی بخش مثلا میوه ها بوده، من اصلا نمیدونستم اون زیره. وقتی میام بیرون، اولا بوش رو که احساس میکنم، بعد قیافش رو که میبینم، خب اینا یه سری داده های خامی هستن که ذهن من بعداً پردازششون میکنه و به من دستور میده که این غذا رو نخور چون برای سلامتیت مثلا ضرر داره. پس اینطوری نیست که احساسات من انقدر هم بی‌خاصیت باشن. نمیدونم اون میم ویدیویی یادتون هست که ما رو دور ننداز، ما رو دور ننداز. ما اینقدر به درد نخور نیستیم. دقیقاً اینجا کاربرد داره. یعنی مثلا تجربه گراها می اومدن به خردگراها میگفتن دیگه آقا احساسات رو دیگه دور ننداز، انقدر مثلا چیز نیست. اینطوری نیست که بی‌خاصیت هم باشن. پس تجربه گراها به دنبال این هستن که بگن اتفاقا احساسات پنجگانه ما خیلی مهمه، در راه رسیدن ما به حقیقت بسیار به ما کمک میکنن. اما روشش چیه؟ روشش اینه که خب ما observation داشته باشیم، مشاهده دقیق. یعنی بیایم و داده های خامی که از طریق احساساتمون میتونه به ما برسه رو کامل حواسمون جمع باشه و بهشون توجه کنیم. بعدش بیایم بر اساس اون یک سری فرضیه بسازیم. مثلا میگم من یه فلزی رو میبینم که رنگش قرمز شده. توی ذهنم قبلا مثلا رنگ قرمز، میگم که خب این فلزه مثلا میگم خودش قهوه‌ای بوده، خودش سیاه بوده، الان چرا قرمز شده؟ بیام یه هایپوتزیس، یه فرضیه‌ای بر اساس این شواهدم، احتمالاً چه میدونم شاید تحت حرارت بوده که رنگش قرمز شده، پس احتمالاً داغ باشه، پس من احتمالاً لمسش کنم دستم بسوزه. حالا میرم تستش هم میکنم، میگم که خب من یه لمس کوچیکی انجام میدم، میبینم که واقعا دستم میسوزه. پس من به یک درکی میرسم که از این به بعد اگر دیدم که یک فلزی رو دیدم که یه حالت مثلا قرمز برافراشته‌ای داشت و یه جورایی مثلا یه دودی هم ازش بلند میشد، به این علم رسیدم از طریق احساسات بینایی و لامسه و حتی بوش که اینم یک چیز داغیه که من نباید بهش دست بزنم و از این طریق من به علم این میرسم که در آینده همچین کاری رو مثلا تکرار نکنم. پس اگه بخوایم یه مقایسه خیلی کلی از این کشمکش بین خردگراها و تجربه گراها توی جدولی با هم دیگه مقایسهشون کنیم، میتونیم به این برسیم که برای خردگراها راه و روش و اصلا سرچشمه حقیقت ذهن ما و قدرت استدلال ماست، در حالی که برای تجربه گراها یا ایمپریسیست ها داده هایی که ما از طریق احساسات پنجگانمون میگیریم. در مورد قابل اعتماد بودنش میگن که ما از طریق منطقی هر چیزی که به ذهنمون برسه، خردگراها میگن اطمینان قطعی بهش داریم، از طریق منطقمون بهش دست پیدا کردیم، پس کاملا مطمئن راجبش. اما تجربه گراها انقدر قطعی در موردش صحبت نمیکنن. همونم یعنی اوریجین داده ها و اطلاعاتمون هم که بهتون گفتم دیگه یه چیز درونی در نظر میگیرن خردگراها، اما باز تجربه گرایان از طریق اون داده های مختلف. راجع به رنه دکارت و خردگراها کامل صحبت کردیم. از هفته آینده دیگه میریم سراغ فیلسوف های مختلف مکتب تجربه گرایی مثل جان لاک، مثل دیوید هیوم و دیگران. پس یه خلاصه‌ای که بخوام بهتون بگم این که توی قرن 16 و 17 به دلیل اون بحران تفکری که وجود اومده بود،
مکاتب فلسفی مختلفی به وجود اومدن که تلاش میکردن حقیقت رو برای انسانها قابل دسترسی کنن. ما خردگرایی رو داشتیم و در مقابلش تجربه گرایی. هر دوتای این میشه گفت مکاتب فلسفی، چه خردگرایی و چه تجربه گرایی، واقعا تلاششون این بود که دسترسی مردم رو به حقیقت در دنیایی که حقیقت توش فرار شده بود فراهم کنن و خب هر کدومشون هم بالاخره یه سری کاربردهای مخصوص خودشون رو داشتن که به انسانهای اون دوره و حتی به ما در عصر حاضرمون کمک میکنن که تلاش کنیم و به حقیقت دست پیدا کنیم. این هم از ویدیوی امروز که همونطور که بهتون گفتم در واقع یک مقدمه خیلی کلی در مورد تجربه گرایی و تفاوتش با خردگرایی بود. از هفته آینده میریم سراغ فیلسوفای معروف تجربه گرا. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشین. اگه خوشتون اومد حتما لایکش کنین. توی کامنت ها برام بنویسین که به نظرتون کدوم مکتب تونسته توضیح بهتری برای دستیابی به حقیقت در اختیار ما قرار بده. کدومش رو ترجیح میدین، خردگرایی یا تجربه گرایی؟ خیلی ممنون. سابسکرایب کانال هم فراموش نشه. هفته آینده میبینمتون. لطفاً کانال و این مجموعه رو به دوستاتون هم معرفی کنین. روز و شب خوبی داشته باشین. مواظب خودتون باشین. خداحافظ.